به نام خداوند بخشنده مهربان. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، او سجده را برای آدم و این برای خدا نکرد. السلام علیکم بینندگان محترم، به کانال ما خوش آمدید. امیدوارم ویدیوهایی را که خدمت شما تقدیم میکنیم مورد پسند شما قرار بگیرد. در این ویدیو درباره پیشینه ابلیس صحبت میکنیم، یعنی زمانی که ابلیس در درگاه الهی بود و هنوز رانده نشده بود. همان گونه که میدانیم ابلیس پیش از اینکه از درگاه الهی رانده شود، یکی از مقربترین موجودات در درگاه الهی بود. ابلیس قبل از رانده شدن نامش حارس بود و به خاطر اینکه عبادت‌های طولانی و سجده‌های طولانی داشت، نام او را عزازیل گذاشتند، یعنی اینکه عزیز خداوند. اما پس از اینکه تکبر ورزید و خودبینی کرد، او را نامش را ابلیس گذاشتند، یعنی کسی که از درگاه خداوند ناامید و مایوس شده است و پس از آن که از دستور خداوند سرپیچی کرد و به انسان سجده نکرد، او را شیطان نامیدند، یعنی دور شده از رحمت و خیر. درباره پیشینه ابلیس چنین گفتند که خداوند قبل از آفرینش آدم موجودات دیگری را خلق نمود که حارس یکی از آنها بود و در زمین حکومت میکرد. این مخلوقات به سرکشی، فساد و قتل و خونریزی مشغول بودند. خداوند ملائکه را مأمور ساخت تا این موجودات خونریز و قتل کننده و فساد کننده را از بین ببرد. ملائکه این کار را کردند و ابلیس را اسیر کردند که آن زمان البته نامش حارس بود. اما بعضی از دانشمندان گفتند وقتی که حارس به دست ملائکه دستگیر شد، خردسال بود و همراه آنها به عبادت خداوند مشغول شد و درجهش بالا رفت. مدت در آسمان یکم خدا را عبادت میکرد و همین خیل درجهش بالاتر رفت، با آسمان دوم رسید و همین خیل بالاتر رفت آسمان سیوم و رفت تا آسمان هفتم، تا آنجایی که درجهش اینقدر بالا رفت که در کنار عرش خداوند یک منبر داشت. بر بالای آن منبر رفته به ملائکه پند و اندرز میداد و ملائکه از حارس درس میگرفتند. وقتی که به این مقام رسید با خود گفت اگر روز این کار تبلیغ، این امر معروف کردن به کسی دیگری واگذار شود، من از او اطاعت نمی کنم، چون حارس خود را در علم و عمل یگانه روزگار و از همه برتر می دانست. ابلیس همین خیل غرور را در قلب خود می پروراند تا روزی که ملائکه در لوح دیدند که نوشته بود به زودی یکی از مقربان درگاه الهی به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد. پس ملائکه از حارس که استادشان بود به اصرار زیاد خواستند که آنها را دعا کند که به این بلا مبتلا نشوند و از درگاه خداوند رانده نشوند و به لعنت ابدی گرفتار نشوند. حارس نیز آنها را دعا کرد و گفت خدایا آنها را از این بلا ایمن بدار، ولی خودش را فراموش کرد و این به خاطر غرور بود که در قلبش داشت. روز خود ابلیس نیز دید در لوح نوشته‌اند نزد ما بنده ای است که او را به انواع نعمتها گرامی می داشتیم، اما اگر او را به کار واداریم سرپیچی می کند و به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد. حارس سالها آن شخص را لعنت می کرد ولی نمی دانست که در حقیقت خود را لعن می کند. باز شیطان روز دید
در لوح نوشتند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پرسید خدایا این ملعون رانده شده کیست؟ خداوند متعال فرمود بنده ای است که او را نعمتهای گوناگون دادیم ولی نافرمانی هم خواهد کرد و خوار و بدبخت خواهد شد. شیطان گفت او را به من معرفی کن تا هلاکش کنم. خداوند گفت سود است که او را بشناسی، هنوز او تمرد و سرپیچی نکرده است تا مستوجب مجازات باشد. وقت خداوند به شیطان فرمان داد که به آدم سجده کند، شیطان قبول نکرد. گفت خدایا مرا از سجده بر آدم معاف بدار تا تو را عبادت کنم که کسی تا کنون چنین عبادت نکرده است. از طرف خداوند به شیطان خطاب شد باید آنچه را که به تو دستور میدهم انجام بدهی و من جز از آن نمیخواهم. و این چنین بود که در اثر غرورش از بهشت رانده شد و مورد لعنت الهی گردید. روایت شده است که شبی که پیامبر به معراج رفت و همه جا را دید، در صبح آن شب شیطان پیش پیامبر آمد و گفت یا رسول الله، شب گذشته به معراج رفتی، در آسمان چهارم در طرف چپ بیت المعمور منبری بود شکسته و سوخته. آیا آن منبر را میشناسی؟ آیا میدانی آن منبر کیست؟ پیامبر جواب داد نه، نمیدانم. آن منبر کیست؟ شیطان گفت آن منبر من بود. بالای آن منبر می نشستم و ملائکه پای منبر من نشسته و من آنها را موعظه می کردم. ملائکه از عبادت و بندگی من تعجب می کردند. وقت تسبیح از دست من می افتاد چندین هزار ملک بر می خواستند و تسبیح را می بوسیدند و به دست من می دادند. اعتقاد من در آن زمان این بود که خداوند مخلوق برتر از من خلق نکرده است، اما حقیقت این گونه نبود و رانده درگاه الهی شدم و حالا از من بدتر و ملعونتر در درگاه احدیت کسی نیست.